بله، هنوز هم در میان شیر زنان مسلمان، خصوصا در سرزمین قدس شریف، شیر زنهای مثل حضرت خنساء زنده. مادران فلسطینی اون غیرت و ایمان حضرت خنساء را دارند و این امیدی است برای شکست اسرائیل و زمین خوردن صهیونیسم و پیروزی و فتح و نصرت مجاهدین و مسلمان ها در برابرشان. بنازم به غیرت و شهامت و مردانگی مادر فلسطینی، بنازم به غیرت و شهامت و مردانگی طفل و کودک معصوم فلسطینی، بنازم به شهامت و غیرت و ایمان پدر محاسن سفید و جوان و برادر فلسطینی. با وجود این همه ظلم که در یک شب و روز 1000 مسلمان، مرد و زن، طفل و کودک و پیر و جوان میشن، به شهادت رسانده میشوند، باز هم نعره‌های بلند و کوبنده الله اکبر، حسبنا الله و نعم الوکیل توسط حنجره خواهر و مادر مسلمان فلسطینی بلند میشوند. بله، طفل و کودک مسلمان فلسطینی میگوید حسبنا الله و نعم الوکیل. چقدر ایمانی قوی است، چقدر اعتمادی به الله است، چقدر خود را تسلیم الله دادن. میدانم که جهان عرب فراموش کردن، جهان عجم فراموش کردن، 2 میلیارد مسلمانان جهان مظلومیت اونها را نمیبینن، همه فراموش کردن، ولی از خدا ناامید نیستن، خود را تسلیم الله جل جلاله دادن. فیلم یک مادر را دیدم، فیلم یک مادر فلسطینی را همه ما شما دیدیم. یک جگرگوشه و دلبند خودش، پسر خودش را به نام حسن شهید داده است. یک جوان زیبا قامت، جوان مسلمان، مادر بالای جنازه اون شهید قرار میگیرد، استاد میشود، به فرزند شهیدش خطاب میکند: ای حسن پسرم، من الله را شکر گزارم که با شهادت تو مرا گرامی داشته است، با شهادت تو به من عزت داده است. والله اون مادر داد و فریاد نمیزند، به سر صورت خود نمیزند. اون مادر در برابر این نعمت بزرگ شکرگزاری میکند، از الله میخواهد که خدایا دیگر فرزندان من را هم در مسیر شهادت توفیق بده، خدایا با شهادت دیگر فرزندان هم به ما عزت بیشتر ببخش، خدایا جان ما را هم در راه خودت بگیر و شهادت نصیب ما بگردان. اینجا هست که به یاد حضرت خنساء رضی الله عنها میفته.